أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امیدوارم که در هر جایی هستید خوب و صحتمند و سالم و تندرست باشید. در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه اندیشه برتر به خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار دارم و طبقی که در برنامه گذشته و در قسمت گذشته برایتان وعده دادم که پیرامون این موضوع صحبت خواهم کرد که آیا زنان ناقص عقل هستند؟ یکی از شبهات معروفی است که از جانب اسلام ستیزان و خاصتا مستشرقین مطرح میشه و طبیعتاً کسایی که این شبهه را دامن میزنن و به صورت گسترده در میان مردم نشر میکنن دو طایفه و دو گروه از مردم هستند. طایفه اول خود طبیعتاً دشمنان اسلام هستند، اسلام ستیزانن، ملحدین هستند و در رأس آنها که هرم بزرگشان می باشه همان مستشرقین یا خاورشناسان هستند. طبقه دوم دوستان نادانی هستند که متاسفانه دید بیجا و دید نادرست نسبت به قشر زنان دارند و یا هم افرادی هستند که حدیث پیامبر علیه السلام را که در این راستا آمده درست درک نکردند و درست نفهمیدند و آن را عمومیت میدن و در هر جا قابل تطبیق میدانند و یا هم جوابی برای اسلام ستیزان ندارند، اصلا انکار میکنند. ببینید دوستان عزیز، گاهی اوقات خیلی سرد میشه، گاهی اوقات خیلی گرم میشه. یعنی بعضی ها خیلی سرد میشن به حدی که تفریط میکنن، یعنی همون حقایق را هم انکار میکنن به خاطر اینکه جواب ندارن یا به خاطر هر موضوع دیگری. و حتی بعضا من دیدم که به نام دعوتگر، به نام کسایی که خودشان را عالم میگن، میبینیم که با عرض تأسف به شدت برخی از مسائل اسلامی و برخی از احکامی که در اسلام موجوده آنها را انکار میکنن به دلیل اینکه پاسخی ندارن برای اسلام ستیزان یا پاسخی ندارن برای ملحدین، میآیند به صورت کلی یک شیء ثابت را انکار میکنن. خب طبیعتا این یعنی روش و این رویکرد نادرست و غیر علمی و غیر منطقی هست که ما بیاین از آنچی که به عنوان عقیده و باور ماست از آن تنازل بکنیم به خاطر یک اسلام ستیزی که داره دروغ میگه و غلط فهمی داره. اگر نمیفهمیم بهتره که ارجاع بدین به کسایی که میفهمند، به جای این که بیاین این قضیه را انکار بکنین چون که خود ما پاسخ نداریم. بهتر است که ارجاع بدیم به کسانی که تخصصشان هست و کسانی که این قضایا را به خوبی درک میکنن. خب اساساً این شبهه دوستان عزیز برگرفته از یک روایتی است و این روایت من به خدمت شما عزیزان و گرامیان بیان می‌دارم و بعد از آن ان شاء الله توضیح خواهم داد این روایت پیامبر علیه السلام و این حدیث را و به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی با هم قدم به قدم پیش می‌رویم. اصل روایت اینه که همچنان که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، حالا با الفاظ مختلفی با اندک اختلافی که در برخی از الفاظ آن وجود داره، این طور آمده که رسول الله علیه السلام در یکی از اعیاد بعد از اینکه از نماز بیرون می شدن یا به نماز می رفتن آمدن در نزد جمعی از زنان در اونجا نشسته بودن و پیامبر علیه السلام برایشان گفتن که یا معشر النساء، ای زنان، ای گروه زنان، تصدقن و اکثرن الاستغفار، شما زیاد صدقه بدید و زیاد استغفار کنید. فانی رأیتکن اکثر اهل النار، چرا که من بسیاری از اهل جهنم را شما دیدم. فقالت امرأة منهن جزله، یکی از زنانی که بسیار زیرک بود، بسیار هوشیار بود، گفت که و ما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار،
یا رسول الله ما را چی شده که ما اکثر اهل جهنم باشیم؟ پیامبر فرمودند که تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، چون شما زیاد لعن میگید، لعن به زبانتان نفرین زیاده، و شما زیاد کفران شوهر میکنید، یعنی اینکه شوهر هر چی که خدمت هم برایتان بکنه، اگر 1% کوتاهی کرد همان 100% رو شما زیر پا میکنید و با آن بی‌توجهی میکنید. یعنی غالبا اینطور هستن، نه که همه زنها اینطور باشن، یعنی غالبا اینطور هستن. بعد از آن پیامبر فرمودند و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن. پیامبر فرمودند من هیچ موجود ناقص عقل و دینی ندیدم که بیشتر از شما بر صاحب عقل غالب و چیره باشه. بعد اون صحابیه پرسان میکنه که چرا یا رسول الله، چرا، به چی واسطه و این نقصان عقل ما چیست، نقصان دین ما چیست؟ پیامبر فرمودند که نقصان عقل شما اینه که فشهادت امرأتین تعدل شهادت رجل فهذا نقصان العقل الی آخر. ببینید دوستان عزیز، این روایت در صحیح مسلمه، این روایتی که با این لفظی که من برایتان خواندم، حدیث شماره 79. اما نیاز هست دوستان عزیز برای فهم این حدیث پیامبر علیه السلام برخی از نکات را مورد توجه داشته باشیم. اولا اینها همین قسمت روایت را که و ما رأیت من ناقصات عقل، همین را میگیرن بدون اینکه ما قبل و ما بعدش را بخوانن. اولا وقتی ما قبلش را میخوانیم میبینیم که پیامبر علیه السلام این حرف را در واقع روی منبر نگفتن، در یک جمع از زنانه، در یک جمعی که خود زنها بودن، و احتمال داره، یعنی از احتمال خارج نیست که از باب مزاح پیامبر علیه السلام چون این کلماتی را در جمع زنان مسلمان گفته باشند، چون در اعیاد اینطور بود که زنها، حتی زنانی که عادت ماهوار بودن، می آمدن، یعنی در مصلا، چون در بیرون از مسجد نماز خوانده میشد، در مصلا حاضر می شدن و پیامبر علیه السلام تشویق می کردن که بیاین در مصلا، در جایی که خاص برای زنان بود، در اونجا بنشینن و گوش کنند، از دعا مستفید بشن، از صحبت ها مستفید بشن و این جمع نورانی را نورانی تر بسازن. احتمال داره، یعنی از احتمال خارج نیست، چون پیامبر علیه السلام البته حتی از باب مزاح شک نیست که پیامبر علیه السلام مزاحشان هم نمیتونه که بنا حق باشه، حقیقتا که حق، شک و تردیدی در این نیست. اما پیامبر علیه السلام وقتی این نکات را بیان می‌دارن، نیاز به این داره که پیشا پیش ما ببینیم که در کدام جمع گفته شده، در کجا گفته شده و چطور گفته شده. این مسائل میبایست که در ذهن ما باشه و مورد توجه ما باشه. اینطور نیست که پیامبر علیه السلام یعنی عموم زنان را توهین کرده باشن، نه، یک حرف پیامبر علیه السلام گفتن که خود زنها هم با آن معترف بودن، خود زنهایی که در اون جمع بودن به این قضیه معترف بودن. شما اگر دقت کنید در لابلای این روایت یک سری الفاظ وجود داره، یک سری مسائل وجود داره که پاسخ ما را به صورت کامل میده. اولا در لابلای این روایت میبینیم که میگه فقالت امرأة منهن جزله، یکی از این زنان فقالت امرأة منهن، یکی از این زنهایی که یکی از میان این زنان چیزی گفت و این زن صفتش این بود که جزلتون، صفت جزل بود، یعنی صاحب عقل بود، صاحب دانش بود، یعنی صاحب قوه استدلال بود، یا به اصطلاح بگیم که دارای یک ذکاوت بود. خود همین روایت برای ما، یعنی همین لفظی که من به خدمتتان از صحیح مسلم که حدیث شماره 79 می باشه برایتان بیان داشتم، خیلی واضح و شفاف میگه. یعنی اینطور نیست که این قاعده کلی باشه، این قاعده کلی باشه، چون در همین روایت میایه که از میان این زنان یک زن زیرکی این سوال پرسید. خب چطور میشه که هم ناقص عقل باشه هم زیرک باشه؟ البته ناقص عقل به تعبیری که دشمنان اسلام میگن. من توضیح خواهم داد که منظور از ناقص عقل در این روایت چی هست. خب فقط ما فعلا داریم در صدد این موضوع هستیم که
این قضیه را رد بکنیم که این قضیه اولا صورت کلی نداره، ثانیا معنای ناقص عقل اون نیست که یعنی کاملا ساقط عقل باشه و هیچ عقلش کار نده و یک دیوانه باشه و یک مجنون باشه و اینطور توهینی در حق زنان شده باشه. نه، اینطور نیست. خب در همین روایت باز میبینیم که یک لفظ دیگری استفاده میشه که پیامبر میفرمایند و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب من کن، یا در روایت دیگه می حازم، یعنی من ندیدم ناقص موجودی که ناقص عقل و دین باشه از شما قویتر و زیرکتر که عقل یک صاحب عقل را ببره، عقل یک صاحب عقل را ببره. یعنی به حدی شما چی هستید، یعنی بسیار، چطور بگم برایتان، یعنی بسیار زیرک هستید، بسیار یعنی به حدی هستید که عقل یک انسان صاحب عقل را میتونید به راحتی از چیره بشید، بر عقلش، بر احساساتش چیره بشید. این در واقع میتونه یک تعریف باشه، میتونه یک تعریف باشه برای اینها، نه ای که برای اینها توهین باشه، برای اینها تعریف باشه که حتی یک مرد صاحب عقل، یک مردی که یعنی خیلی هوشیار و زیرک، شما به راحتی میتونید بر عقل او چیره بشید، بر احساسات او چیره بشید، غالب بشید. خب در همین روایته و بعد از آن پیامبر علیه السلام، یعنی اگر ادامه را بخوانید سببش را هم بیان می‌دارن که نقصان عقل منظور پیامبر علیه السلام چیه. میگن اما نقصان العقل، اما نقصان عقل اینه که فشهادت امرأتین تعدل شهادت رجل فهذا نقصان العقل، که شهادت دو زن مساوی است و برابر است با شهادت یا گواهی یک مرد. و این رو در برنامه گذشته اگر یادتان باشه توضیح دادیم، گفتیم این به صورت همیشگی نیست و مقام اشهاد تا مقام ادای شهادت فرق میکنه. این مسائلیه که میبایست مورد توجه داشته باشیم و عزیزانی که برنامه گذشته رو ندیدن حتما ببینن، برای فهم این موضوع برایشان کمک خواهد کرد که این موضوع حالت همیشگی نداره، حالت همیشگی نداره و یک قاعده ای نیست که در تمام امور قابل اجرا باشه، بلکه مسائلی هست که اجرای شهادت و ادای شهادت در نزد قاضی غیر از قضیه اشهاد یا به شهادت گرفتن فردی است که در حضور او این معامله صورت میگیره، چون در باب معامله این آیه مبارکه بیان شده، آیه‌ای که درباره شهادت زن و مرد هست. و ما گفتیم که در برخی از مواردی هست که در اسلام عزیز، در قانون اسلام، شهادت زن و مرد با هم دیگر فرق نمیکنه. شهادت در دین یا حتی شهادتی که ما مثلا در قضایای حقوقی حتی داریم، در قضایای حقوقی داریم، به هر حال این مسائل قابل اجرا هست و من توضیحاتی در برنامه گذشته دادم و نیاز نمی بینم که دوباره مراجعه کنیم به برنامه گذشته. خب بعد از اون دوستان عزیز، یک نکته دیگری که می بایست قابل فهم و قابل توجهتان باشه اینه که نقص به سه قسم هست. اگر می خواهیم که این حدیث را به معنای واقعی کلمه بفهمیم، می بایست که این بحث را هم بفهمیم و درک بکنیم که نقص به سه قسم تقسیم میشه. یک نقص فطری است به صورت عام در تمام مجالات، یعنی نقص فطری هست، یعنی فطرتاً و سرشتتاً این شخص یا این فرد نقص داره در عقلش در تمامی امور و در تمامی مجالات. مثلا فهمش، ذکای او، یعنی دانش او و درک او بسیار ضعیفه، اصلا نیست، وجود نداره و چون این چیزی در واقع نمیتونه که در حق زنان درست باشه، نمیتونه در حق زنان درست باشه که این نقص به صورت فطری باشه و هم به صورت عام در تمام امور باشه. نه خیر، اینطور نمیتونه باشه. ما در طول تاریخ، حتی در زمان پیامبر علیه السلام، حتی در همین روایت برای ما میگه که زنی بسیار زیرک از میان آنها که با ذکاوت بود سوال کرد از پیامبر علیه السلام. پس این قضیه را کاملا رد میکنه. و همچنین وجود زنان مانند ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که 2000
210 حدیث از پیامبر علیه السلام روایت کرده و فقیه بوده، دانشمند بوده. در طول تاریخ ما دانشمندان بزرگی از زنان داشتیم. نمیتونه پس این به صورت فطری و به صورت عام در تمام امور باشه، نه خیر. و همچنین روایتی را به خدمتتان بعدا ارائه خواهم کرد، روایت ام سلمه که برای پیامبر علیه السلام در واقع در صلح حدیبیه به پیامبر علیه السلام مشورت میده و رسول الله علیه السلام مشورت او را میگیرن و ذکاوت او را نشان میده، فهم و دانش او را نشان میده، کمال او را نشان میده و الی آخر. نقص دوم نقص فطریه در بعضی از قدرات عقلی. ببینید اون قسمت اول یا بخش اول نقص فطری به صورت عام در تمام امور بود، اما در اینجا نقص فطری در بعضی از قدرات عقلی است، در بعضی از مواردی که ارتباط به ذکاوت و به عقل و اینها میگیره، مانند فهم عمیق، قوت تحلیل و الی آخر. و شکی نیست که این معنا هم بعیده، این معنا هم بعیده که منظور از حدیث پیامبر علیه السلام ناقصات عقل، نقص فطری در برخی از موارد باشه. چون ما یعنی داریم زنانی در طول تاریخ که فهم عمیق داشتن، قوه تحلیل داشتن، قوه تجزیه داشتن، می توانستن مسائل تحلیل و تجزیه بکنن و تا امروز هم داریم. پس این نمیتونه مراد باشه. نقص سوم نقص عارضی و موقتیه، یا طویل المدته، موقتی یا طویل المدته یا مدتش کمه. ببینید مثلا به خاطر این چطور اتفاق میفته؟ به خاطر برخی از تغییرات طبیعی که اتفاق میفته، مثلا موقتا یک نقص فنی کوتاه مدتی به وجود میاد. مثلا زنان در حالت حیض، در حالت حمل، بعضی از زنان اینطور هستند که در حالت عادت ماهوار به شدت یعنی سر اعصابشان، وجودشان تأثیر میگذاره و باعث میشه که در واقع یک سری اشکالات در اونها به وجود بیایه، البته بعضا نه همه. یا در حالت حمل صبرش برایش طاقت فرسا میشه، این وضعیت حمل، وضعیت حاملگی و خیلی دیگه از مسائلی که در حین حاملگی برایش به وجود میاد، میتونه که طویل المدت باشه، میتونه که به صورت موقت و کوتاه باشه. و یا هم مثلا مصروف میشه به شیر دادن فرزندش، به تربیت اولادش، کارهای خانه میپردازه، به امور زناشویی میپردازه و خیلی دیگه از مسائل. اینها هم گاهی اوقات باعث میشه یک سری در واقع وسایلی هست و یک سری ابزارهایی هست که به خاطر اینها گاهی اوقات برخی از تغییرات به وجود میایه، و طبیعتا حدیث پیامبر علیه السلام مرادش همینه. یعنی این عوارض مؤقتی باعث میشه که او را از بعضی از مسائل در واقع مانند مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امثالهم او را بیخبر نگه داره، چون مصروفه و مشغوله و این وضعیت روحی که در او تأثیر میگذاره طبیعتا او را از بعضی از مسائل دور نگه میداره و از بعضی از مسائل در واقع او را بیخبر نگه میداره. به خاطر اینه که شما ببینید دوستان عزیز، این منظور حدیث پیامبر علیه السلام که همان نقص عارضی و موقتی است. یا هم این موقتی میتونه که مدتش کم باشه مانند عادت ماهوار و عادت ماهیانه، و یا هم میتونه طویل المدت باشه مانند این که به هر حال به شیر دادن اطفال مصروف میشه، به کار خانه مصروف میشه، به کارهای بیرونی اصلا هیچ توجهی نداره، چنانچه ما در قسمت گذشته هم به برخی از این مسائل اشاره کردیم. پس این قاعده به صورت کلی نیست. به خاطر اینه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله حرف جالبی داره در این راستا، میگه که فإنه لا ریب ان فی النساء من هو اعقل من کثیر من الرجال. میگه شکی نیست که در میان از زنان افراد عاقل و افراد هوشیار بسیاری هستند که از بسیاری از مردان عاقل‌ترن، هوشیارترن. و این حرف شیخ الاسلام رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوا هست، مجلد 6 صفحه 447. و در واقع این به صورت زیبایی هست، یعنی این حرف در اوج زیبایی قرار داره، این حرف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. و حقیقت امر این است که این حدیث پیامبر علیه السلام به صورت
عمومی نیست و صورت عام نداره، صورت اطلاق نداره که همه زنان را شامل بشه و در همه موارد شامل بشه، در تمام امور شامل بشه، در تمام مجالات داخل بشه. چون پیامبر علیه السلام سببش را گفتن که قضیه گواهی دادن مردان و زنانه که ما در برنامه گذشته هم به این قضیه اشاره کردیم که این قضیه همیشگی نیست، یعنی قاعده کلی در تمام امور نیست، بلکه در برخی از مسائل محدوده که با آنها اشاره کوتاه کردیم. حالا دوستان عزیز، از لابلای این روایت یک سری مسائل دیگری شاخ و برگ داده میشه. به عنوان مثال ما میبینیم که در میان بعضی از مردم معروفه که میگن نباید با زن مشورت کرد و اگر مشوره میکنی خلاف آن را انجام بدی. به یک سری روایات استدلال میکنند که این روایات صحیح نیست و من برایتان توضیح خواهم داد. اولین روایتی که اینها استدلال میکنن به خاطری که میگه زن ناقص عقل و این را یک قضیه کلی میگیره و زن یک دید بسیار بدی داره، یک بینش بسیار بد و نگرش بسیار بد نسبت به زن داره و فکر میکنه که زن یعنی کلن ساقط عقله و اصلا هیچ نمیشه با اون مشورت کرد، نباید به مشوره او عمل کرد و خیلی دیگه از مسائلی که در بعضی از خانواده ها متاسفانه وجود داره و این اعمال و روی کرده ها باعث میشه که گاهی اوقات بعضی از اسلام ستیزان از اینها سوء استفاده بکنن و بعضی از این مردم به برخی از روایات دروغین استدلال میکنن، از جمله این روایت که میگن پیامبر فرمودن که شاوروهن و خالفوهن، یعنی با زنان مشورت بکنین اما مخالف مشورتشان عمل بکنین، یعنی بیا مشوره بکن با او بعد مخالف مشورش عمل بکن. و یا در روایت دیگری که طاعت المرأة ندامه، یعنی طاعت زن یا به اصطلاح همون فرمان برداری از زن و توجه کردن به حرف و حدیث زن باعث میشه که تو را به در واقع پشیمانی وادار بکنه و پشیمان میشی. یعنی حرف خلاصه کلام اینه که پشیمانی به بار میاره. ببینید دوستان عزیز، اولا روایتی که در قسمت اول به خدمتتان گفتم شاوروهن و خالفوهن، این روایت به صورت مرفوع از پیامبر علیه السلام به صورت ای که به پیامبر علیه السلام برسه دروغ و موضوع هست. امام سیوطی رحمه الله درباره این روایت میگه باطل لا اصل له، این حدیث باطله و هیچ اساسی نداره. در کتاب الدرر المنتثره فی الاحادیث المشتهره در این مجلد اول صفحه 134 روایت شماره 267 این را میاره و میگه که این باطله و هیچ اساسی نداره. شیخ البانی رحمه الله درباره این روایت میگه لا اصل له مرفوعا، این روایت به صورت مرفوع هیچ اساسی نداره. در سلسله احادیث ضعیفه و موضوعه مجلد اول صفحه 619 روایت شماره 430 این قضیه را ارائه میداره. البته من از میان علما فقط یکی دو تا را انتخاب کردم و تمام به همین مقدار اکتفا میکنیم به خاطری که وقت برادران و خواهران مسلمان ما زیاد گرفته نشه. و یا هم روایت دومی که در واقع به اون استدلال میکنن از نظر سندی، وقتی که طاعت المرأة ندامتون، اگر به این روایت در واقع توجه بکنیم میبینیم که امام ابن جوزی رحمه الله از نظر سندی یعنی میگه که البته یک روایت دیگه هم میاره در ضمن اون روایت میگه که هذان حدیثان لا یصحان، میگه این دو حدیث صحیح نمی باشن. در کتاب الموضوعات خود میگه در بخش کتاب النکاح مجلد دوم صفحه 272 میگه این دو روایت صحیح نمی باشه. و همچنین شیخ البانی رحمه الله در همین کتاب سلسله احادیث ضعیفه خود میگه که حدیث وقتی میاره طاعت المرأة ندامه، این روایت میاره میگه موضوع، این روایت موضوع است، یعنی این روایت دروغه، یعنی وضع شده بر پیامبر، گذاشته شده به نام پیامبر علیه السلام ولی اساسا درست نیست و پیامبر علیه السلام نسبت این روایت درست نمی باشه. و بعد از آن از نظر متنی هم وقتی که میبینیم که مخالفات داره. یعنی من در قسمت گذشته هم به خدمتتان یک سری مسائل بیان داشتم، مثلا در بخش مشوره پیامبر علیه السلام با مسلمه. خب از یک طرف پیامبر بگن که و شاوروهن و خالفوهن، یعنی شما با اینها مشورت بکنید با زنان بعد مخالفت بکنید با آنها. خب
خود پیامبر علیه السلام خلاف این انجام دادن. حالا در صلح حدیبیه اتفاقی میفته که در واقع اتفاق بسیار معروفی هست، یک اتفاق بسیار طولانی هست. حالا در بخشی از این پیامبر علیه السلام در صلح حدیبیه، در قضیه حدیبیه با همسرشان ام سلمه رضی الله عنها مشورت میکنن و ام سلمه رضی الله تعالی عنها به پیامبر علیه السلام مشورت میده و پیامبر علیه السلام با مشورت او عمل میکنن و این مشورت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها تأثیر گذاره و بر اساس مشورت او وقتی پیامبر علیه السلام عمل میکنند باعث میشه که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین متوجه بشن و از اون روی کرده که داشتن باز آیند. به خاطر مشورت ام سلمه رضی الله تعالی عنها به پیامبر علیه السلام و عمل رسول الله علیه السلام به مشورت ام سلمه رضی الله عنها. و شما میبینید دوستان عزیز، یعنی در قرآن کریم هم وقتی که الله متعال به پیامبر میگه و شاورهم فی الامر، ای پیامبر در امور با یاران خود، با اصحاب خود مشورت بکنه، اینجا نمیگه که فقط مردان، زنان را هم شامل میشه. و ما تفسیر این آیه یا توضیح این آیه را میتونیم در این حدیث که در صحیح بخاری هست، حدیث 2731، حدیث مشورت رسول الله علیه السلام با ام سلمه رضی الله تعالی عنها، میتونیم ببینیم. در کتاب شروط هم آمده، باب شروط فی الجهاد، که امام بخاری رحمه الله این روایت را به صورت مفصل میاره. یعنی باز دوباره میگم روایت شماره 2731. یا روایت دوم در بخش مشورت رسول الله علیه السلام یا پرسیدن رسول الله علیه السلام از بریره هست. بریره کنیز ام المؤمنین عایشه صدیقه هست رضی الله عنها. در قضیه افک میبینیم که پیامبر علیه السلام از بریره میپرسند در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، میگن ای بریره هل رأیت من شیء یریبکی؟ آیا از عایشه رضی الله عنها چیزی دیدی که تو را به شک بیاندازه؟ بریره گفت والذی بعثک بالحق ما رأیت علیها امرا قط. ای پیامبر جز خیر من از اون چیز دیگری ندیدم، امری ندیدم که باعث شک من بشه. این حدیث در صحیح بخاری هست، کتاب المغازی، باب حدیث افک، حدیث معروفیه، حدیث شماره 4141 یا 4141. ببینید دوستان عزیز، خیلی واضح و شفافه. یعنی حتی از نظر سندی که وقتی علما میآیند این حدیث را در واقع حدیث موضوع یا حدیثی که لا اصل له، حالا مرفوعا یا به صورت کلی لا اصل له میگن، که هیچ اساس نداره، بنیادی نداره، حالا چه این طاعت المرأة ندامه باشه یا هم شاوروهن و خالفوهن باشه، میبینیم که خلاف اون از پیامبر علیه السلام هم ثابته و رسول الله علیه السلام بنا به حدیث صحیح که من فقط گوشه از آنها را به خدمتتان ارائه داشتم، پیامبر علیه السلام مشورت میکنن، در امور از آنها میپرسن. اینطور نیست که از مشورت آنها و حرف آنها پیامبر علیه السلام ابا بورزن، بلکه به مشورت آنها عمل میکنن. پس دوستان عزیز، برادران و خواهران و بزرگوارم، اولا قضیه ناقصات عقل را به خدمتتان توضیح دادم و رسیدیم به این که این نقص موقتی است، عارضی است، نه فطری، عارضی است و موقتی است و آن را توضیح دادم. اینطور نیست که به صورت فطری در تمام امور باشه یا به صورت فطری در برخی از مجالات باشه، نه، بلکه حالت عارضی داره، حالت فطری نه، حالت عارضی داره و حالت عمومی نداره که برای همیشه باشه، حالت عارضی داره و حالت موقتی داره، حالا چی طویل المدت باشه چی کوتاه مدت باشه، به هر صورت. و همچنین این بحثی که با اونها مشورت نکنید به خاطر که اینها نمیدونم ناقص عقل هستند و فلان هستند، این گفتیم که اساسا اساس نداره. پس میبایست که دین را به صورت واقعی و به صورت درست فهمید، نه آن افکار غلط و افکار منفی که نسبت به قشر زنان داریم آن را به دین نسبت بدیم، نه هم آن چی که در شریعت نیست بیایم از پیش خود آن را احداث بکنیم و از پیش خود به وجود بیاریم. پایبند شریعت باشیم. یقینا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیشترین احترام را برای زنها داشتن. یک حقیقتی زندگی پیامبر علیه السلام خیلی واضح و شفافه و تعامل پیامبر علیه السلام با زنان خیلی شفافه، واضحه، برای هیچ اسلام ستیزی، برای هیچ
ملحد مجال نمیمانه که بیا این دروغ را بگه. و من همان حرفی که در اوائل برنامه که در مورد زنان میخواستیم صحبت بکنیم و شبهات مستشرقین پیرامون زنان میخواستیم صحبت بکنیم، گفتم باز دوباره تکرار میکنم، هیچ دینی، هیچ عقیده، هیچ ایدئولوژی، هیچ فکری مانند اسلام برای زن حق نداده و ارزش برایش قائل نشده. یک حقیقته. هر کس شعار میده بسم الله بیای این میدان آزاده، به ثابت بکنه عقیده و باور خودش رو هم بگذاره در ملأ عام، ما هم میگذاریم ببینیم که کدام یکی به هر حال بیشترین حق را و بهترین جایگاه را و بهترین بینش و نگرش را داره، نگرش عادلانه منصفانه، نه در آن اجحاف، نه هم در آن به هر حال افراطیه، نه افراط نه تفریطه، نه ظلمی صورت گرفته و نه هم بی‌پروایی شده. هر چیز را شریعت اسلام حکیمانه در جای خودش قرار داده، بدون اینکه در حق کسی، حالا چی زن باشه چی مرد، ظلمی صورت بگیره، بلکه هر کدام از حقوقشان را در جایگاهشان به هر حال برایشان داده، بدون هیچ کمی و کاستی و با عدل و انصاف. جزاکم الله خیرا دوستان عزیز، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اجازه بدید که از خدمتتان رخصت بشم تا اینکه ان شاء الله مبحث دیگری در بخش شبهات که پیرامون زنان هست ان شاء الله به خدمتتان ارائه بکنم. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگارتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.